قرار با هم یه سری انیمیشن ببینیم. یه سری شخصیت داریم که اینا حرف نمیزنن و شما باید به جاشون فکر کنید، به جاشون ببینید که چی کار میخوام بکنن، قصدشون چیه. و من داخل این ویدیو با ریاکشنم و نظری که من دارم که مثلا تو فکرشون چی داره میگذره رو به شما نشون میدم. شما برداشت خودتون رو داخل کامنت ها نشون بدید. و اما صدای به انگار زنش داره میمیره بچه ها. سلفه میکنه، سرطان حنجره گرفته، نفسهای آخرش رو داره میکشه. خدافظ شوهر عزیزم. دیگه نمیتونم زنم رو ببینم. دیگه نمیتونم زنم رو. ها؟ بات؟ با پرستار؟ همسر عزیزم؟ نشد که. عجب. باید برم ببینم قضیه چیه. دوستان این انگار بی کلامه، من براتون توضیح میدم قشنگ افکار شخصیت ها رو میارم جلوی چشتون. چی کار داری میکنی همسرم؟ من در حال مرگ بودم. ها؟ اوه 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 لباسا رو در آوردن که وات؟ چی داره میشه؟ چی تو دستشه؟ قلبش رو داره. این دیگه از توان من خارجه. اوه قلبش رو داشت میگرفت که بیاد بده به همسرش. پشمام، عجب مرد خوبی. ولی خیلی دارک شد بچه ها، خیلی دارک شد. پشمام. نتیجه میگیریم که عشق میتونه چه کارایی بکنه. اوه 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 بیوتیفول. دیدی داشتی اشتباه فکر میکردی؟ نظرتون در مورد این ویدیو چی بود؟ حتما کامنت کنید، کامنت خیلی مهمه. خب عزیزانم، داستان بعدی شروع میشه. یک زن بسیار خوب رو داریم میبینیم با انگیزه بسیار زیاد که پاش میره توی تیغ. من توصیف میکنم براتون. فلج شدم. اینا دیگه کیان؟ چی هن اینا؟ روحن؟ اوکی، در آغوش گرفتن. از کجا هم گرفتن؟ جالبه. عزیزم بیا مداوات کنم، طوری نشده، خوب میشی. نه لازم نیست پول بدی، ما برای پول این کارا رو نمی کنیم. لازمه که این کار رو بکنیم. آدم خاره؟ نه تو قصد خوردن پای من رو داری. عجب چیزی بود. واه این بچهشه. اوه 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 خایه کرده خانومه. الفرار و الهوار. جالبه. باید هر چی دارم و بذارم و فرار کنم. اون چیه؟ دوباره پاش انگار براشون تله میذاره. اوه 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 اوه. نتیجه اخلاقی که
به کسی اعتماد نکنید اگر داشت بهشون کمک میکرد. به هر کسی رو ندید و رو پای خودتون وایسید. به به، بسیار زیبا. You can run but you can't hide. میتونی فرار کنی ولی نمیتونی قایم شی. سگ وفاداری هستم، خیلی صاحبم و دوست دارم. داریم حال میکنیم با هم دیگه، با هم عکس میگیریم. درسته، دستشو کرده بود تو شلوارش. یه لحظه فکر کردم با سگ است. ببخشید من اصلا به به درسته، بریم حموم کنیم. زیباست. سگه یه میدونستم یه چیزی به این ماجرا داره. نفر سوم رابطه‌شون سگ است بچه‌ها. چرا حال شدی؟ اسم میکنه بهش خیانت شده فکر کنم. اوکی. چی شده پسر؟ زنشو کشت. اوه، در این حد مثل اینکه ویدیو سمتر از اون چیزی که فکر میکردم. به من خیانت کردی؟ سگه داره اینجوری میکنه. What؟ سگه؟ مغزم داره سوت میکشه. یعنی چی؟ پاهاشم گرفت خورد که دیگه تکون نخوره. بچه ها با داستانهای تاریک و ترسناک همراه ما باشید. خب ما یه دختر بچه داریم به همراه یک عروسک تو دستش. میاد خونه و یک شخصی رو پیدا میکنه که انگاری مرده. گریه کنان میره سمت آن مرده که انگار دزدی بوده و الماسی داخل دستش بود و اما شخص هایی که آنها را از آنها دزدی شده بود به آنها میرسن، به اون میرسن. خب الماسا کجاست؟ به بچه چی کار دارید؟ نکنه بچه با این بود. او عروسک بچه هم پاره میکنن. کثافتا، انترا، آشغالا. به بچه چی کار داشتید؟ خجالت نمیکشید؟ عدالت کجاست؟ روح مرده بلند میشه. فکر کن وات، یک لحظه ویت. روح مرده بلند میشه. مرده فکر کنم یه ارتباطی به اون دختره داره، پدرش رو، حالا نمیدونم چی، ولی شکمش رو، داخل شکمش الماسا رو قایم کرده بود. واو، تو شکمش الماسا رو قایم کرد و روحش گفت آفرین آفرین، من بهت افتخار میکنم. بله، دختر به باباش میره. نظرتون چیه بچه ها؟ بچه‌تون رو جوری تربیت کنید که مثل خودتون باهوش باشه و باعث افتخارتون بشه. Girl on fire. اکبر رو میبینیم که با دوتا از بچه‌هاش زندگی میکنه. انگار زندگی خوبی هم نداره. به دل طبیعت میزنه و به یه کلبه‌ای میرسه که
انگار اتفاقهای عجیب و غریبی توش داره میفته. اتفاق آنقدر عجیبی هم نیست. یک زن لخت در حال حمام و باعث یا ابوالفضل اکبر انگار نمیتونه تحمل کنه و دختر رو به خونه میاره. بابایی تو به زندگیمون میخواستی نور بدی ولی نه به این شکل. عزیزانم چرا دهنش با چی کار کردی؟ اکبر عرق خونان به این فکره که چی کار کنم باهاش. فعلا که آویزونه. اوکی مغزم داره. بله اکبر میره رو کار با این فرشته‌ای که پیدا میکنه. انگار این فرشته عزیزمون نورانی بود و انگار چراغ نداشتن داخل این خونه. دیدید که اومد زنه رو آویزون کرد بالا که نور بخوره به سمت بچه‌اش حال کنه. منطقیه. بله اکبر قراره که تاوان کارتو بدی. چی فکر کردی؟ فکر کردی الکیه؟ فرشته آتیش میگیره چون ازش سوء استفاده شده. یا خدا فکر کن بچه ها همچین چیزی رو ببینن. اکبر خودت چطوری؟ اوه پشمام. اکبر جلوی بچه ها آخه. اکبر هم گرفت کشت یا نه؟ من فقط میخوام به این نتیجه برسم چون اکبر ما ندیدیم. اکبر هنوز زنده ای اکبر؟ نه فکر نمی کنم. اکبر رو دیگه نشون ندادن بچه ها. بله اکبرم به سزای اعمالش انگار رسید. اینا اون گوشه افتاده اکبر. آره فرشته هم خودش رو کشت هم اکبر رو. نتیجه اخلاقی اینه که مثل اکبر نباشید و تکبر بمانید. خدافظ تا ویدیوی بعدی.